به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز طبق درخواست شما قراره بریم سراغ یکی از بنیادی ترین فرایندهای روی زمین. منابعی که برامون فرستادید واقعاً فوق‌العاده‌ان. از دیاگرام‌های دقیق ساختار یه برگ گرفته تا نمودارهای مولکولی و حتی چند تا یادداشت دستنویس در مورد ژنتیک که اولش راستش یکم گیج کننده به نظر میاد. بله و هدفمون اینه که بفهمیم گیاهان دقیقاً چطور این کارو، یعنی این کار جادویی رو انجام میدن. چطور انرژی خالص یه ستاره که میلیون‌ها کیلومتر دوره رو میگیرن و تبدیلش میکنن به انرژی شیمیایی. همون انرژی که غذای تقریباً تمام موجودات زنده رو تأمین میکنه. دقیقاً. در واقع این فرایند یعنی فتوسانتز نه تنها چیزی که میخوریم رو میسازه، بلکه اکسیژنی که نفس میکشیم رو هم تولید میکنه. بسیار خوب. پس بیایید این کارخونه شگفت‌انگیز طبیعت رو باز کنیم و ببینیم چطور کار میکنه. از کجا شروع کنیم؟ به نظرم بهترین نقطه شروع همون معادله ساده است که توی کتاب درسی شما هم هست. آها، همونی که میگه دی اکسید کربن به علاوه آب. درسته. میگه گیاه دی اکسید کربن و آب رو میگیره و با استفاده از نور خورشید اونا رو تبدیل میکنه به قند و اکسیژن. اما خب زیبایی ماجرا توی جزئیاتشه. اون دیاگرام ساختار برگ رو نگاه کنید. میبینید که این یه ساختار شانسی نیست. یه شاهکار مهندسیه. آره، کاملا مشخصه. لایه‌های مختلفی داره. یه لایه‌ای به اسم میانبرگ که پر از سلول‌های سبز رنگه. اینا همون کارخونه‌هایی هستن که میگید؟ دقیقاً. هر کدوم از اون سلول‌ها پر از صدها شاید هزاران کارخونه کوچیکتر به اسم کلروپلاسته. اینجا مرکز عملیات فتوسنتزه. و کل برگ جوری طراحی شده که بیشترین نور رو بگیره و دی اکسید کربن رو از طریق اون سوراخ‌های ریز، یعنی روزنه‌ها، بکشه داخل. مثل یه جاروبرقی کارآمد. خب پس بیایید روی یکی از این کلروپلاست‌ها زوم کنیم. توی منابع یه دیاگرام دقیق از داخلش هست. یه عالمه کیسه‌های سکه‌ای شکل که روی هم چیده شدن. اسمشون تیلاکوئید بود، درسته؟ بله، تیلاکوئید. اینجا مرحله اول نمایش شروع میشه. واکنش‌های نوری. یعنی هر اتفاقی که به نور ربط داره اینجا میفته. دقیقاً. روی قشای همین تیلاکوئیدها یه سری مجموعه‌های پروتئینی خیلی بزرگ به اسم فتوسیستم وجود داره. منابع شما هم دو نوع رو مشخص کردن: فتوسیستم 1 و فتوسیستم 2. آها، و نکته جالب توی یادداشت‌ها این بود که فرایند از فتوسیستم 2 شروع میشه، نه 1. این یکم عجیبه، انگار فصل دوم یه سریال قبل از فصل اول ساخته شده باشه. دقیقاً همینطوره. علتش هم اینه که دانشمندا فتوسیستم 1 رو زودتر کشف کردن، ولی بعداً فهمیدن که توی فرایند واقعی فتوسیستم 2 اول وارد عمل میشه. خب پس چی میشه؟ نور میخوره به این فتوسیستم 2 و وقتی یه فوتون نور به فتوسیستم 2 میخوره، مثل یه ضربه بیلیارد عمل میکنه. به یه الکترون انرژی میده و اون رو از جاش میپرونه. صبر کنید. اگه این الکترون مدام بپره بیرون، بالاخره تموم میشه دیگه. این الکترون از دست رفته از کجا جایگزین میشه؟ سوال عالیه و جوابش یکی از شگفت‌انگیزترین بخشای داستانه. گیاه برای جایگزین کردن اون الکترون یه کار خارق‌العاده میکنه. یه مولکول آب رو میشکنه. مولکول آب؟ H2O رو؟ بله، این فرایند الکترون مورد نیازش رو تأمین میکنه. اما 2 تا محصول جانبی هم داره: پروتون و اکسیژن. چی؟ پس دارید میگید هوایی که همین الان داریم نفس میکشیم، اکسیژنش از شکسته شدن مولکول آب توی یه برگ میاد، نه از اون دی اکسید کربنی که گیاه جذب میکنه. دقیقاً. این یکی از اون باورهای رایجه که کاملاً اشتباهه. پور فوق‌العاده است. بله، یکی از بزرگترین کشفیات بیولوژیه. اون اکسیژن حیاتی در واقع محصول جانبی یه واکنش برای تأمین الکترونه. حالا اون الکترون پر انرژی وارد یه مسیر سرپایینی میشه. بهش میگن زنجیره انتقال الکترون. مثل توپی که از بالای پله‌ها غل می‌خوره پایین. دقیقاً. و با هر پله کمی از انرژیش آزاد میشه. گیاه هم از این انرژی آزاد شده استفاده میکنه تا پروتون‌ها یعنی یون‌های H+
رو به داخل فضای تیلاکوئید پامپاژ کنه. که این باعث میشه داخل تیلاکوئید خیلی غلیظ بشه از پروتون. خیلی اسیدی و پر از پروتون، مثل آبی که پشت یه سد جمع شده. یه پتانسیل انرژی عظیم. خب اون الکترون چی شد؟ همونی که از پلا پایین اومد. اون میرسه به فوتوسیستم 1. اونجا دوباره با نور خورشید شارژ میشه، یه انرژی دوباره میگیره و در نهایت تحویل داده میشه به یه مولکول خاص. این مولکول رو مثل یه باتری قابل شارژ در نظر بگیرید. باتری قابل شارژ مولکولی؟ اسمش هست NHDPH. وظیفش اینه که این الکترون‌های پر انرژی رو به بخش بعدی کارخونه تحویل بده. یعنی جایی که قرار قند ساخته بشه. خب پس یه باتری شارژ شده به اسم NHDPH داریم. اون سد پروتونی چی شد؟ اون پروتون‌ها میخوان از اون فضای شلوغ فرار کنن. تنها راه خروجشون هم از طریق یه توربین مولکولی شگفت‌انگیز به اسم ATP سنتازه. یه توربین؟ بله، یه ماشین مولکولی که میچرخه. وقتی پروتون‌ها با فشار از این توربین رد میشن، اون رو به چرخش در میارن و این چرخش انرژی لازم برای ساختن مولکول ATP رو فراهم میکنه. پس ATP هم یه نوع دیگه از انرژیه؟ ATP مثل پول نقد سلوله برای معاملات سریع و کوتاه مدت. در مقابل قندی که در نهایت ساخته میشه مثل شمش طلاست برای ذخیره بلند مدت انرژی. آها، چه تشبیه خوبی. پس در پایان مرحله اول ما نور خورشید رو تبدیل کردیم به دو نوع سوخت شیمیایی موقت. ATP یعنی پول نقد و NHPDH یعنی باتری شارژ شده. خب من تقریباً فهمیدم. پس این همه اتفاق، شکستن آب، پمپاژ پروتون، شارژ کردن باتری‌های مولکولی، فقط برای این بود که دو نوع سوخت شیمیایی موقت بسازیم. حالا سلول با این پول نقد و باتری شارژ شده چی کار میکنه؟ سوال خوبیه. حالا وارد فاز دوم میشیم. چرخه کالوین یا همون واکنش‌های مستقل از نور. این مرحله توی فضای مایع کلروپلاست به اسم استروما اتفاق میفته. یعنی اینجا دیگه نیازی به نور مستقیم نیست. درسته. اینجا کارگاه ساخت و سازه. یعنی از اون سوختا برای ساختن چیزی استفاده میکنن. همون قند؟ دقیقاً. آنزیمی به اسم روبیسکو که احتمالاً فراوانترین پروتئین روی کره زمینه، مثل یک کارگر میره و از هوا مولکول‌های دیوکسید کربن CO2 رو میگیره و وارد چرخه میکنه. و بعد با اون انرژی ATP و NHPDH؟ بله. با استفاده از انرژی ATP و الکترون‌های پر انرژی NADPH طی یه سری واکنش‌های پیچیده این CO2 رو تبدیل میکنه به مولکول‌های قند. این همون سنتز توی کلمه فتوسنتزه. این سیستم اونقدر دقیق و پیچیده است که آدم از خودش میپرسه چطور به اینجا رسیده. یعنی همیشه به همین شکل بوده. صبر کنید، جالبه که توی یادداشت‌های شما به ژنتیک و فرایندی به نام کراسینگ اوور اشاره شده. شاید این کلید پاسخ به سوال ما باشه. دقیقاً به هدف زدید. این یه ارتباط فوق‌العاده هوشمندانه است. ببینید تمام این ماشین‌های مولکولی که ازشون حرف زدیم توسط ژن‌ها کد میشن. درسته. حالا فرایند کراسینگ اوور که توی یادداشت‌هاتون دیاگرامش هست کارش چیه؟ به زبان ساده مثل اینه که قبل از به دنیا اومدن هر نسل جدید گیاه دسته کارت‌های ژنتیکیش رو بر بزنه. پس این بر زدن باعث میشه ترکیب‌های جدیدی از ژن‌ها به وجود بیاد. تنوع ایجاد میکنه. شاید یه گیاه نسخه‌ای از ژن روبیسکو رو به ارث ببره که یه ذره بهتر کار میکنه. شاید گیاه دیگه‌ای ژنی داشته باشه که ساختار برگش رو برای جذب نور بهینه‌تر کنه. و این تنوع ماده خام برای انتخاب طبیعیه. کاملاً. طبیعت اون نسخه هایی رو انتخاب میکنه که در محیط خودشون موفق ترن. پس این ماشین بی‌نقص فتوسنتز در واقع نتیجه میلیون ها سال آزمون و خطا و بهینه‌سازی توسط تکامله. که موتورش هم همین تنوع ژنتیکی بوده. بله. این سیستم ها یک شبه به وجود نیامدن. نتیجه یک فرایند طولانی از تغییرات کوچک و انتخاب بهترین ها هستند. این خیلی جالبه. خب پس تکامل این سیستم رو بهینه‌سازی کرده.
این یعنی نسخه فعلی بی‌نقصه یا هنوز مشکلاتی هم داره؟ سوال خوبیه. نه، بی‌نقص نیست. یه باگ بزرگ توی سیستم وجود داره به اسم تنفس نوری. تنفس نوری؟ بله، و مشکل از همون آنزیم قهرمان ما، روبیسکو، شروع میشه. در هوای گرم و خشک وقتی گیاه روزنه‌هاش رو میبنده تا آب از دست نده، قرحت اکسیژن داخل برگ بالا میره. خب و مشکلش چیه؟ روبیسکو گاهی گیج میشه و به جای دی اکسید کربن اشتباهاً به اکسیژن میچسبه. این واکنش نه تنها قند تولید نمیکنه، بلکه کلی از انرژی با ارزش سلول رو هم هدر میده. یه فرایند کاملاً بیفایده و مضر. پس تکامل برای این باگ هم راه حلی پیدا کرده؟ توی منابع به گیاهان C4 مثل ذرت و گیاهان کم مثل آناناس اشاره شده بود. بله، اینها دو تا از هوشمندانه ترین راه حل‌های جایگزینه تکامل هستند. گیاهان C4 مثل ذرت یه راه حل مکانی دارن. اونا یه جور سیستم پیشپرداز CO2 دارن. یعنی چی پیشپرداز؟ یعنی CO2 رو اول در سلول‌های بیرونی برگ میگیرن و تبدیلش میکنن به یه مولکول 4 کربنی، بعد این مولکول رو میفرستن به سلول‌های داخلی تر که روبیسکو اونجاست. اونجا CO2 رو دوباره آزاد میکنن. آها، پس غلظت CO2 رو به صورت مصنوعی دور روبیسکو بالا میبرن. دقیقاً. اینجوری دیگه روبیسکو گیج نمیشه و به جای اکسیژن همیشه CO2 دم دستش داره. در واقع یه پمپ CO2 برای خودشون ساختن. هوشمندانه است. و گیاهان کم مثل کاکتوس ها چطور؟ اونا یه راه حل زمانی دارن. انگار کارخونه‌شون دو شیفته کار کنه. شبها که هوا خنک‌تره، روزنه‌هاشون رو باز میکنن و تا میتونن CO2 ذخیره میکنن. و روز که میشه و خورشید در میاد، روزنه‌ها رو محکم میبندن و از اون CO2 ذخیره شده برای فتوسنتز استفاده میکنن. اینجوری با کمترین اتلاف آب فتوسنتز میکنن. این دو مسیر نمونه‌های فوق‌العاده‌ای از خلاقیت تکامل در پاسخ به چالش‌های محیطی هستند. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، ما سفرمون رو از یه معادله ساده شروع کردیم، به اعماق کارخونه کلروپلاست رفتیم، دیدیم چطور انرژی نور خورشید به دو نوع سوخت موقت ATP و NADPH تبدیل میشه. و بعد دیدیم چطور از این سوخت‌ها برای ساخت قند در چرخه کالوین استفاده میشه. و از همه مهمتر، فهمیدیم که تمام این سیستم پیچیده محصول میلیون‌ها سال تکامله که توسط تنوع ژنتیکی مثل کراسینگ اوور ممکن شده. چیزی که اینجا واقعاً شگفت‌انگیزه هماهنگی و ظرافت این سیستمه. یه زنجیره کاملاً هماهنگ از واکنش‌ها که انرژی یه ستاره دوردست رو میگیره و در پیوندهای شیمیایی مولکول‌ها زندانی میکنه. پیوندهایی که انرژی لازم برای تقریباً تمام حیات روی سیاره ما رو تأمین میکنن. دقیقاً. و حالا یه فکر نهایی برای شما که بیشتر بهش فکر کنید. منابع شما خیلی کوتاه به شیمیوسنتز هم اشاره کردن. در اعماق اقیانوس توی تاریکی مطلق، جایی که هیچ نوری نیست، کنار منافذ آتشفشانی، اکوسیستم‌های کاملی وجود دارن. این موجودات انرژیشون رو نه از نور بلکه از واکنش‌های شیمیایی با ترکیبات گوگردی به دست میارن. این موضوع یه سوال بزرگ رو مطرح میکنه. اگه حیات میتونه در تاریکی مطلق کف اقیانوس ما رو و فقط با انرژی شیمیایی شکوفا بشه، این چه معنایی برای احتمال وجود حیات در سیارات یا قمرهایی داره که خیلی دور از ستاره‌شون هستن و نوری دریافت نمیکنن؟